جوانمرد باید برای خودش صادق باشه در زندگیش، در ایمانش استوار باشه، بگه من از او بهتر میکنم، من از او بالاتر میکنم. تو چه ضعیفی ناتوانی، من چه او خدمت کرده نمیتونم. ا بچه او را سنبقه تولد کرده است، او را آدم تولد کرده است، چه نمیتونی تو؟ من خطی تری ضعیفا دوام میکنم. یا مردک بیا، یا نفری بی سواد میگه من آرزو میکنم که رنگ رستم رحمانو باشم. نرکمن، نرکن، مواد مخدر. الو برادر. بله میشنم. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما هم برادر همین گپای شما رو هم گوش کردیم، مقصد فکر کردیم. نه که میدونین چی همین شما میگین که ایخه اوخه، نه که حال جوانان تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان بسیار بهد بسیار هم وطن دوسته که فکر آزاد ایخشه گفته میتونم. فهمیدی برادر؟ همه فکر آزاد گفته میتونی خودت. فکر همه شما فکر آزاد گفته میتونین. یه دقیقه فکر آزاد گفته میتونین شما؟ فکرتون آزادانه بیان میکنین؟ الو فکرتون آزادانه بیان کرده میتونین؟ چی بنه وقتی همه امام علی رحمانوف چند سال شد رهبر کشور است؟ برادر فکر آزادانه من همه که من همچون شهروند تاجیکستان هم آزاد صحبت میکنم. چی فکر دارم؟ مرحمت فکرات بگو. امام علی رحمانوف چند سال شد رهبر کشور است؟ چند سال نشده باشه، فقط برای بهبودی میترسی که بگویی که یک دقیقه برادر خندی گل، یک دقیقه میترسی بگویی که 28 سال واه بچه قبیسارو این گپ نمیگی. میترسی 28 سال فکر بگو که امام علی رحمانوف 28 سال شد رهبر کشور. کوی بار بگو فکر بگو. جناب برای وطن برای ملت خیلی بگذار خدمت کرد، زحمت کرد، هر چی کرد. چند سال رهبری کرده است؟ او چند سال رهبری نکرده باشه آخی هم نیمش من میگم که برادر من خودم لیچنا خودم من آرزو میکنم که همون خدمت جناب اقلا نیم شب بکنم برای وطن. خوب بیناموس بوده نباشم، خوب بیناموس بوده. این قطع باوری نداری در خودت. این نفر باید در خودش باور داشته باشه. زمان تو برای خودت باوری نداری تو به هیچ جا نمیری. باوری استوار بودن یک جوان مهم است. تو جوان نیستی. جوان مرد باید برای خودش صادق باشه در زندگیش، در ایمانش استوار باشه، بگه من از او بهتر میکنم، من از او بالاتر میکنم. تو چه ضعیفی ناتوانی، من چه او خدمت کرده نمیتونم. ا بچه او را سنبقه تولد کرده است، او را آدم تولد کرده است، چه نمیتونی تو؟ چی کم بودی داری؟ گوشات کر است، چشمات نمیبینه، چی کم بودی داری؟ چی میگم برادر؟ پس تنها این صورت ویدیو را میمونی کو بیا خودت که همون خیلی ریال نه با چشم خودت ببیکو همون خیلی چی را ببینم؟ چی را ببینم؟ چی را ببینم با چشمم؟ یک دقیقه با چشمم من باید چی را ببینم؟ دکتر اویلوی در هر شهر و نویه نمی جمهوری تاجیکستان هست برادر. چی وقت زمین به گردن میگیری؟ زور دروغ گفتی، زور دروغ گفتی. دولت اومده در مدیسین جمهوری من خونده است پیشروی مدیسین تاجیکستان حقیقو در اروینی بین المللی 100% درس میده. خیال کرد دکتری خوب کادر ساز نمیبره همین دانشگاه خودمون نیستن. هم خیلی دکترای نفس که کودک‌ها مقصد نگاه کنم. یا دقیقه همین سرت دیگه دروغ گفتن میگیری. یا تا گفتی بس یا خوی بعد هم چند تا دروغ دم میگوی. کادر خوب، متخصص، بهترین دانشگاه، دکترای خونگی همش نیست، یگام توش نیست. دروغ میگوی. زمان بود ای هندوستان می اومدن از پاکستان میخوندن. حالی هست به خاطر چی کمی ارزان تر است. پاره خطی کار بود میشوه، میبیاین $10,000 کم میتن، دیپلمه که کالج هم میگیرن، دیپلم دانشگاه طبی را میگن، میروند متخصص شده. دروغگوی متخصص دروغ میگوی. دروغ در گیجات دکتری خانگی. دوستای عزیز در همین کامنت یک نویسته کنین چند نفر میگن که در تاجیکستان چونین یک برنامه است که هر یک عائله با دکتری خانگی وابسته است. مرحمت یک بار همین کامنت ها را بخون تو. خلال مردم چی میگه؟ نخواد 10,000 مردم دروغ بگه تو راست بگوی. تولد میشوه برادر. وقتی کودک تولد میشوه پریویف که او کودک 3 ماه پس 6 ماه پس 1 سال همش رایگان است. این را دکزت بکنن تا همین خیلی لوبای خیلی ختم باید همین اگر به عقل باشه برادر میدونی که همون نوع کودکای خدی کوچه را من براتون نشان دادم. اقلا از بحری همون 6 ماه و 7 ماه تا گذشتیم. همین کودکا را جا بکنین. وقت میگردم برادر نمی کسلی دست هر وقت گشتن من با چشم خودم دیدم که پراویر که کردن هر یک خونه را گشتن مقصد
کدام چیز پرابلم داشت دستگیریشون کردن کودک‌ها را مقصد من واقعا خیال میکنم در یک کشور دیگه زندگی کردم اما تاجیکستان ما پیش رفته این با خدا زور ای توبه این روی چی گفته سر یه بار گوش کنید مردک چی گفته سر دوسته یه بار دیگه بگو از خواهش میکنم همین گپاتا یه بار دیگه بگو چی داریم دکتری چخلی یک بار دیگه ششم و پاس کنترل میکنن دکتری خونگی و پیش رفته تاجیکستانی ما همه چیزا درسته خودت که میگم که فکرت که نادرسته همه چیزا درسته قبول کردن نمیتونید کلاد ای توبه همون که عقلت گرفته سر که پریویف که هست رایگان است در همه جمهوری خالی او چیه که میگفتی یعنی چی معنی داره اون پریویف که گفتی چی یعنی دکتر اولوی نگاه بین میکنه همه شهر نویوی همه جمهوری تاجیکستان است برادر اگه تاجیکستان ما 9 میلیون اهالی داره خب طرف مدیسینش گفته سمت کدام نه 9 میلیون اهالی داره به هر یک یعنی که یک نفر در یک قشلاق یک دکتری اولوی برای یک قشلاق بسنده است یا که 4-5 نفری است چه خیلی 10-12 تا نگوی بوریست که شرمنده میکنی 100% میرسه که 100% کادر میرسه که هر یک اویله همین تاجیکستان کو نگاه بین کنن مثال بگردن تفتیش کنن باز ما ایگام کادر کم بودی نداریم برادر همه کادرای جوان همه کادرای باسواد هستن مگر یکم کادر دیگه پیدا نشد که همین یکی نگاه کرده همین خودت یه دقیقه بسیار درست گفتی کادرای متخصص بسیار خوب یگان کادری بسوادتر از رستم نبود که شهرداری بگیره یک کم نظام داشته باشه یا بسواد آورده نه یک برنامه داره نه یک کاری کرده جدا کادری جوان کادر جوان برادر بسیار و چرا شهردار بغیر از پسری رحمانوف دیگر یگام نفر نمیشه که شهردار بشه برای چی نمیشه طرف دولت کادرها را جمع کرده روی میکنن کدام دولت معقولشون میخونونن که همون مایل بگذار خوندن تمام یه دقیقه از طرف دولت صبر کن از طرف دولت کادرها را جمع کردن روی کردن در انگلیس در کانادا در امریکا که دروغ ایکو مثالی گپ فانتزی همون نفر خطی در همه جای حساب دولت خوندن آمدن مگر یه نفر از شهرداری دوشنبه بالاتر نبوده که رئیس شهر شوه باسواد باشه یه نفر از شهردار دوشنبه بالاتر نبود که شهردار دوشنبه شوه بهترین است چی بنده ارزنده است کی ما گفتم که ما کی ارزنده است یه دقیقه آخه بیا که ما نمیشه برای مردم ما خطی تری ضعیفا دوانم میکنم یا مردک بیو یا نفری به سواد میگم من آرزو میکنم که رنگ رستم رحمانو باشم نرکمن نرکن مواد مخدر یک نیحال شنوندگی نیستی میگی با چی قطقته ایوا چی میکنی بلند میبرداری اگه حتی برای دولت خود یک نیحال بگردن گرفتی که شنوندگی نیستم فهمیدی که او نیحال پگه کلان میشه تای سویه او در چند کسی که برای او سواب به او مقصد یک من همین میشه که ایتر میام کس نیحال بشنونم خیلی میشه یک بعد خودم بشنونم اگه خودت خودت خیلی یه نفر میگم پیش پرداخت میکنم موز مهنت چم میتونم میگم ایتن من یک درخت بشنونی هموطنایی که از داخل تاجیکستان مرا میبینین از شما خواهش میکنم دوستان عزیز همین برند فردا در یگام جا یک درخت بشونه عکس شما لازم نیست التماس اما عکس هم درخت شینونده برام که برادر سلمان این همین درخت ما از نام شینوندم التماس همین پیام مرا قبول که دیگه به سواد مرا درخت شینونی نمیگن دیم نم کردم ما باطرا کالخوستیم درخت بشونم موقع تشکر زیاد سلامت باش ای توبه ایش هم دعوای درخت شینونی التماس دوستای عزیز هموطنا که از داخل مرا میشنوین همین کار انجام بدین در یک بیابان برین شاید یک نفر یک روز میره در سایه‌اش میشینه اجر ثواب برای شما میرسه همین درخت بشنونین یا درخت همین سر حاصل باشه که همین برهان همین چاپلوسا همین گلاس ها بزنن استراحت کنن دیگه دوام نکنن بعد این سری ما باشه که از گویا که با فرمانی برادر سلمان در فلان جا یک درخت شنونده بودیم این هم درخت میوه میته ان شاء الله دیگه نه دوای چاپلوسا گم میشه و ان شاء الله که ما هم دیگه خطی 7-8 نمیکنیم برای درخت شنونی سلامت باشه